صدای فرزندان بلوچستان باشیم که در خانه و جاده و کوهستان خونشان ارزان ریخته می شود. صدای پدران بلوچی باشیم که برای یک تکنان هر روز می میرند و زنده می شوند تا بتوانند شکم فرزندانشان را به اندک لقمه سیر کنند، و یا اینکه در کارزار تهمه شکارچیان شوند که سوغاتی جز مرگ و وحشت برای بلوچستان به همراه نداشتند. صدای اعدامیانی باشیم که در سکوت خبری به خاطر اهداف شوم رژیم روزانه به جوغ دار سپرده میشوند و یا در نوبت اعدام هستند. آمده ایم تا صدای مادرانی باشیم که چراغ خانه هایشان توسط این رژیم برای همیشه خاموش گشته و سوگ و درد این رنج وجود این مادران را نیز خاموش و سرد نموده. و صدای حسن 13 ساله شیرمردی که در خردسالی به ما درس آزادگی داد و برای دادهای برادرانش و آزادی سرزمینش فریاد زد، فریادی از درد و رنج سرزمینش، فریادی که خسته از نسل کشی در سرزمین مادریش بود، سرزمینی که فرهنگ و زبانش سالهاست مورد تجاوز بدخواهان است و بنابراین سرهای چپاول کردن، فریادی که چنان رسا و بلند بود که به گوش همه جهانیان رسید. و ما آمدیم تا دنبال روی آن صدا باشیم و فریاد بزنیم که دیگر کافی است. امروز دیگر بلوچستان سکوت نمی کند و شاهد پرپر شدن فرزندانش در سکوت نخواهد بود، چون فهمیده ایم که اگر ما سکوت کنیم یا فریاد بزنیم محکوم به مرگ و سرکوب هستیم، چون جرم ما بلوچ بودن است و سزای این جرم در رژیم جز مرگ نیست. آمده ایم تا هم صدا و بلوچستان باشیم و فریاد بزنیم که بلوچستان تنها نیست.